مرحله بعد هویت بصریه. خب ما در این مرحله باید به لوگو، رنگ، فونت، عطر، لباس و حتی مدل مو توجه بکنیم. ستای آخری، عطر، لباس، مدل مو، مربوط میشن به برندهای شخصی، ولی لوگو، رنگ، فونت مربوط میشن به برندهای تجاری. ولی 6 تاشون، لوگو، رنگ، فونت، عطر، لباس، مدل مو، مربوط میشه به برند شخصی. برند شخصی هم باید لوگو داشته باشه، هم رنگ داشته باشه، هم فونت داشته باشه، هم عطر داشته باشه، هم لباس داشته باشه. لباس منحصر به فرد، ثابت، مشخص، که حالا من مفصلا در مورد لباس صحبت میکنم. بحث مدل مو هستش. هر روز یه مدلی رو برای موهاتون انتخاب نباید بکنید. برای مثال بسیار ساده، یعنی یک چهره، یک تصویر ثابتی رو از خودتون و حتی بوی ثابتی رو از خودتون باید ایجاد بکنید. و در مورد لوگو من یه نکته بسیار بسیار مهم بهتون بگم. لوگو، اگر میخواید بدید لوگو براتون طراحی بکنه، لوگو تایپ به اضافه لوگو تصویری، و لوگو خیلی ساده باشه. یعنی چی؟ یعنی نیایید لوگوهایی رو طراحی بکنید که پیچیده باشن. نیایید این شکلی بگید خب حرف اولش اینه، پس من میام حرف اولش رو با حوزه کاریتون ترکیب میکنم، یه اثر خلاقانه در میاد. قشنگه، هنریه، بله، قابل قبوله، اما از نظر برندینگ منطقی نیست. و از نظر برندینگ باید به اصل سادگی و اصل خانایی و لوگو تصویر بودن در کنار لوگو تایپ بودن دقت بکنید. یعنی در 3 ثانیه در ذهن مخاطب لوگوی شما ثبت بشه. ببینید پپسی رو نگاه کنید، لوگو تایپش همون تایپش میشه، اون شکلی که آبی و قرمز و سفید هستش میشه لوگو تصویریش. اپل همینطور، دیجیکالا هم همینطور. پس حتما و حتما به سادگی دقت بکنید و لوگوی شما یک لوگوی تصویری ساده داشته باشه که بر اساس استراتژی شما باید اون طراح گرافیک، اون طراح لوگو برای شما بررسی بکنه و استخراج بکنه.